به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی در حوزه انرژی شروع میکنیم. انرژی و قدرت ماورایی. این کتاب اسمش افسون انرژی هستش. تنها انرژی است که میماند. نویسنده محمد مهدی دوستی، چاپ 68 که توسط نسل نواندیش چاپ شده و در سال 1402 به چاپ 68 رسیده. ابتدا مقدمه ای رو از ناشر برای شما میخونم، بعد مقدمه ای رو از نویسنده و سپس کتاب رو با هم شروع میکنیم. قبل از شروع همه اینها نوشته ای رو در پشت جلد کتاب هستش برای شما میخونم که با کلیات این کتاب آشنا بشید. وقتی در 23 سالگی تصمیم گرفتم شرکت خودم را در یک اتاق اجاره‌ای تأسیس کنم، به ذهن هیچ کس خطور نمی‌کرد که چند سال بعد اولین پالایشگاه بخش خصوصی را راه اندازی کنم. کتاب افسون انرژی حاصل نگرشی است که طی سالها تلاش بی‌وقفه در کار و زندگی به دست آوردم و در آن سعی کردم تا از شعار زدگی رایج کتاب‌های موفقیت فاصله گرفته و مفاهیمی مانند شانس، شروع کردن، موفقیت، شکست را با نگاهی نو و زبانی ساده که با کلیشه‌ها و تعاریف سنتی آنها متفاوت است تفسیر کنم و برای روبرو شدن با آنها راهکارهای جدید ارائه دهم. در این کتاب قصد دارم با این نگرش متفاوت اثبات کنم که حتی در شرایط اقتصادی امروز کشور هم میتوان به موفقیت‌های بزرگی دست یافت. اما مقدمه ناشر: اگر شخصی رفتگر نامیده می شود، باید همان گونه خیابان‌ها و معابر را جارو کند که میکلانژ نقاشی می‌کرد، بتهوون سمفونی می‌ساخت و شکسپیر شعر می‌سرود. او باید آنگونه خیابان‌ها را جارو کند که تمامی موجودات آسمانی و زمینی مکسی کنند و بگویند در اینجا رفتگری کار می‌کرد که کارش را خوب انجام می‌داد. این گفته مارتین لوتر کینگ هستش. همه دستاندرکاران انتشارات نسل نواندیش هر روز صبح کار خود را با این هدف شروع می‌کنند که مصداق جمله زیبای مارتین لوتر کینگ باشند. آنها در انجام دادن وظایف خود نهایت توانشان را به کار می‌گیرند. تا شما خواننده گرامی لحظات گرانقدر خود را با مطالعه این کتاب‌ها سرشار از بهره‌مندی و لذت کنید. در این حال ما خود را از بهتر شدن کارمان بی‌نیاز نمی‌بینیم و نظرات شما را معیاری ارزشمند برای ارزیابی کارهای خود می‌دانیم، زیرا این آرا مایه بهبود کیفیت کار ما و در نتیجه رضایت بیشتر شما فرهیختگان خواهد بود. با تشکر، بیژن علیپور، مدیر انتشارات نسل نواندیش. اما این کتاب 6 فصل داره که فصل اول در مورد اینه که انرژی چیست، فصل دوم اسکن انرژی، فصل سوم شروع کردن، فصل چهارم موفقیت و شکست، فصل پنجم مالکیت و سطح انرژی، فصل ششم انرژی جمعی. اما مقدمه نویسنده: نه نویسنده کتاب‌های موفقیت هستم و نه سخنران انگیزشی. این کتاب را ننوشتم که یک کتاب دیگر به مجموعه کتاب‌های موفقیت در کشور اضافه شود. این کتاب را نوشتم چون نسبت به همه کسانی که می‌خواهند مسیرهای رشد و شکوفایی را در عرصه‌های کسب و کار طی کنند اما نمی‌دانند چطور و از کجا شروع کنند احساس مسئولیت می‌کنم. زیرا متاسفانه جای خالی الگوهای مثبت موفقیت در کسب و کار در زمینه‌های فرهنگی امروز ما بسیار حس می‌شود. شاید به همین دلیل و البته دلایل دیگر در کشور ما اکثر افراد به ویژه جوانترها مسیر رشد را برای خودشان هموار نمی‌بینند. بیشتر آنها فکر می‌کنند اگر بخواهند از نظر مالی
به نتایج خوبی برسند حتما باید به اصطلاح پارتی داشته باشند یا از راند، زدوبند و امثال اینها استفاده کرده یا در نهایت به کشور دیگری مهاجرت کنند و اگر هیچ کدام از این امکانات را نداشته باشند دست از هر گونه تلاش برمی‌دارند و از انرژی جوانیشان استفاده نمی‌کنند یا اگر هم کاری را شروع کنند با اولین مشکلات متوقف می‌شوند. باور دارم که با کار فرهنگی، ترویج راه‌های موفقیت در کشور خودمان و معرفی الگوهای درست و مثبت به جوانان می‌توان این دیدگاه‌های مایوس کننده و بازدارنده را تغییر داد تا باور کنند در سنین جوانی هم با تلاش، هوشکار و شناختن روش‌های کارآمد می‌توانند به موفقیت‌های بزرگی برسند. آرزوی همیشگیم این بوده و هست که همه جوانان کشورم در مسیر کسب و کارشان موفق باشند تا بتوانیم در کنار هم ایرانی سعادتمند و زیبا بسازیم. کتابی که در دست دارید کتاب اصول موفقیت نیست. قطعا شما هم در میان انبوه کتاب‌های موفقیت که در کتاب فروشی‌ها موجود است به این اسامی برخورده اید. 5 راه برای رسیدن به موفقیت. 10 کاری که فلان فرد موفق انجام می‌دهد. 20 عادت افراد همیشه موفق. جالب است بدانید که افراد موفق کمتر وقت می‌کنند درباره موفقیت‌هایشان کتاب بنویسند. اغلب افراد دیگری زندگی آنها را مطالعه و فرمول‌های موفقیتشان را طبقه بندی می‌کنند. سپس این فرمول‌ها را با دیدگاه‌های شخصی خودشان می‌آمیزند و یک نسخه همگانی در اختیار مخاطبان قرار می‌دهند. معمولاً هم این روش‌ها و نسخه پیچیدن‌ها روی هیچ کس جواب نمی‌دهد. واقعیت این است که آدم‌های موفق همان افراد با انرژی بالا هستند. فرقی هم نمی‌کند که برای مثال هر روز رأس ساعت 5 صبح بیدار شوند یا 12 ظهر. ولی اکثر کتاب‌هایی که درباره آنها نوشته شده است به جای پرداختن به این امر مشترک یعنی همان سطح بالای انرژی که در این افراد وجود دارد به چیزهای فرعی مثل سحرخیزی، تحصیلات پرداختند. تقلید از امور فرعی نیز هیچ وقت کسی را به موفقیت نمی‌رساند چون انرژی اصل است و باقی چیزها فرع. آیا تا به حال برایتان پیش آمده که باید کاری را شروع کنید اما مدت هاست که در جا میزنید و اقدام نمی کنید؟ آیا تا حالا شده یک ایده عالی داشته اما آن را عملی نکرده باشید و ببینید که یک نفر دیگر همان کار را انجام داده است؟ آیا برایتان پیش آمده که به خودتان بگویید ای کاش چند سال پیش از فلان موقعیت استفاده می کردم؟ من کتاب‌های موفقیت زیادی خواندم و قصد ندارم فرمول‌های قبلی را تکرار کنم. معتقدم اصول و تکنیک‌های هر فرد در مسیر زندگی و کسب و کار با دیگری تفاوت دارد و هر کس باید تکنیک‌هایش را متناسب با شرایط و ویژگی‌های زیستی‌اش پیدا کند تا بتواند آنها را به کار ببرد. به همین دلیل سعی دارم در این کتاب با توجه به مسیری که در زندگی حرفه‌ای خود طی کرده و تجربیاتی که به دست آوردم به مخاطبانم بینش و نگرش جدیدی ارائه دهم و به هیچ وجه قصد ندارم همان کلیشه‌ها و حرف‌های قدیمی را تکرار کنم. می‌دانم که نگرش‌های یک نفر نمی‌تواند 100% برای همه کاربرد داشته باشد. برای همین امیدوارم این کتاب بتواند دریچه‌ای برای متفاوت دیدن مسائل باشد. تجربه‌های زندگی دانشی شخصی از ابعاد زندگی یک نفر هستند. برای همین آگاهی از نتایج و نگرش‌های حاصل از این تجربه‌ها به ما کمک می‌کند تا خودمان را واکاوی کنیم، بیشتر بشناسیم و بفهمیم تجربیات ما چه نگرشی برایمان به ارمغان می‌آورند. همه راه‌ها به روم ختم نمی‌شود. فرهنگ اصلی و غالب کشور ما درس خواندن تا بالاترین مدارج علمی را ترویج می‌کند. اما مگر استعدادها و علایق همه آدم‌ها یکی است که همه‌شان به رفتن در یک راه توصیه و وادار می‌شوند؟ جامعه امروز معتقد است که مسیر موفقیت فقط از راه درس خواندن
میسر است. هیچ کس نمیگوید چه کار جدیدی را شروع کرده اید، چه مهارت جدیدی یاد گرفته اید، چه ریسکی کرده اید، کجاها زمین خورده اید و بلند شده اید، چقدر شاد هستید. هیچ کس نمیگوید اولین مرحله هر کاری شکست است. تابوی فقط درس خواندن رابطه بین زحمت کشیدن و نتایج خوب را از بین برده است. جوانی که به دانشگاه نرفته فکر می‌کند چون به دانشگاه نرفته است پس آدم موفقی نیست و با این نگرش تمام انرژیش را از دست می‌دهد. جوانی که به دانشگاه رفته می‌بیند که خیلی از افراد چند سال از عمرشان را در دانشگاه‌ها گذرانده‌اند و هنوز بیکار هستند. پس چه انگیزه‌ای برایش می‌ماند تا بخواهد این راه از پیش تعیین شده را انتخاب کند یا ادامه دهد؟ او می‌خواهد کاری تازه را شروع کند و در مقابل خانواده‌اش می‌خواهند که او درس بخواند. یک جنگ دائمی بین جوان و خانواده‌اش شروع می‌شود که از هر دو طرف فقط انرژی می‌گیرد و در میان این نزاع‌های همیشگی موضوع اصلی و مهم یعنی انرژی نابود می‌شود. امروزه در دنیا هم آنقدر که مهارت در کارهای عملی اهمیت دارد، داشتن مدرک مهم نیست. زندگی مدرن جامعه را به سمتی سوق داده است که به افرادی با مهارت‌های ارتباطی، رفتاری، اجتماعی و تخصص‌های بی‌نارشته‌ای خیلی بیشتر از گذشته نیاز است. و این موضوع در آموزش‌های مدارس معتبر دنیا هم لحاظ شده است. با این حال اکثر افراد موفق هنوز هم به سیستم‌های آموزشی موجود انتقاد دارند. پس اشتباه‌ترین تعریف از تلاش این است که گفته شود در چه حوزه‌ای تلاش کنید. هیچ کس نمی‌تواند راه درست و بهتر را برای دیگری انتخاب کند، مگر نه اینکه هر کسی را بهر کاری ساختند. چرا همه باید به دانشگاه بروند؟ استعدادها، توانایی‌ها و علایق آدم‌ها متفاوت است. یکی می‌تواند آشپز خوبی باشد و دیگری یک جوشکار ماهر. من هم وقتی دیدم مسیر موفقیتم از راه دانشگاه نیست، درس و دانشگاه را در ترم پایانی رها کردم تا مسیر موفقیت‌های بزرگ را از راهی دیگر طی کنم. راهی که می‌گوید انرژی داشته باش، ریسک کن و حرکت کن. خودت می‌دانی چه کار می‌خواهی بکنی. قرار نیست کسی به تو بگوید. شاید تصور کنید من با رها کردن دانشگاه و قدم در راهی جدید و ناشناخته گذاشتن صاف و سرراست در مسیر پیشرفت و موفقیت قرار گرفتم. اصلا اینطور نیست. مسیر من هم مثل هر کس دیگری که قدم در راه‌های پرخطر و ناشناخته می‌گذارد پر از اشتباهات، ناکامی‌ها و هدف‌های نرسیده بود. همین حالا که این سطور را می‌نویسم درگیر رفع موانع و چالش‌های پیش رو هستم و در مسیر حرکت به سوی اهداف مبارزه می‌کنم. کتاب افسون انرژی چه می‌گوید؟ موضوع انرژی فقط یک ایده جذاب نیست، بلکه موضوع اصلی از درونی‌ترین لایه‌های وجود ماست. انرژی یک موهبت ارزشمند است که ما را به حرکت وامی دارد و می‌گوید در مسیر بهتر زیستن و تلاش کردن زندگی کنید. انرژی به ما توانایی فکر کردن، یاد گرفتن، تجربه اندوختن و پیشرفتن را می‌دهد. انرژی قدرت ریسک کردن دارد و پس از هر زمین خوردنی میگوید برخیز و دوباره تلاش کن. 23 ساله بودم که کسب و کارم را راه انداختم. من برای شروع این کار خیلی جوان و خام بودم. دانش و مهارت لازم درباره جزئیات کار را نداشتم. ولی یک چیز در من جوشید و به حرکتم وامی داشت که اسمش را انرژی درونی میگذارم. در آن سن جوانی تنها دارایی من انرژی بود. منظور از انرژی جنب و جوش، شاد بودن یا تحرک داشتن نیست، بلکه چیزی در لایه‌های درونی‌تر و عمیق‌تر وجودمان است. نیروی درونی عظیمی که باعث می‌شود یک جوان قدم‌های بلندی را در کسب و کارش به سمت موفقیت‌های بزرگ بردارد. جنس این انرژی از آن نوع است که بوکسور افتاده در گوشه رینگ را از جایش بلند می‌کند تا مسابقه را نبازد. دوستانی که در جریان نوشتن این کتاب بودند دائما از من می‌پرسیدند چرا موضوع انرژی؟
این موضوع ریشه های علمی و تئوری زیادی دارد. آیا نگران سطح علمی کتابت نیستی؟ پاسخ ساده بود. رقابت‌های نوجوانان را در سطح مدرسه یا اجتماعات دیگر دنبال کنید. این نوجوانان نه آموزش کار گروهی دیدند و نه با اصول و تکنیک‌های موفقیت آشنا هستند. آنها به صورت خودجوش در کنار هم قرار می‌گیرند و با سطح انرژی بالایی که دارند یک تیم موفق را تشکیل می‌دهند. قرار نیست یک کتاب علمی با موضوع انرژی نوشته شود. روانشناسان به اندازه کافی به آن می‌پردازند. این کتاب نگرش‌ها و درک شخصی هم از مفهوم انرژی است. تا بگویم این انرژی است که می‌ماند. وقتی شما انرژی دارید می‌توانید مسیرتان را پیدا کنید. انرژی هرگز فریب نمی‌دهد. اگر در جایی صرف شود، در جایی دیگر به صورت دیگر ظاهر می‌شود. انرژی همیشه هست و همراهیمان می‌کند. این ما هستیم که باید بشناسیمش و از آن مراقبت کنیم. این کتاب به آن نیرو محرکه شگفت‌انگیزی می‌پردازد که کودک نوپا را وامی دارد پس از هر بار زمین خوردن از جایش بلند شود تا در نهایت راه رفتن را یاد بگیرد. همان نیرویی که به کرم ابریشم قدرت می‌دهد پیله‌اش را بشکافد و همچون پروانه‌ای زیبا در جهان فراغ هستی بال بزند. کتاب افسون انرژی به جنسی از انرژی می‌پردازد که بی‌بدیل، اصیل و صادقانه است. زیرا این انرژی است که ماجراجویی‌های زندگیتان را شکل می‌دهد و از شما قهرمان می‌سازد. انرژی یک قدرت جادویی فناناپذیر و دارایی اصلی وجود ماست که باید آن را بشناسیم و از آن بهره ببریم. وقتی کتاب افسون انرژی را می‌خوانید، با جهان وسیع درونتان روبرو می‌شوید و می‌بینید که چه قدرت بیکرانی در اختیار دارید که در پیوستگی با انرژی هستی جریان دارد. وقتی این سطور را می‌خوانید، انرژیتان در مسیر انرژی‌های قرار می‌گیرد که تولد کتاب حاضر را رقم زده‌اند و این یعنی شما برای گام برداشتن در مسیر رشد و تعالی و پیشرفت انتخاب شده‌اید. این فرصت بیمانند و این معجزه زندگی را از دست ندهید. پس از خواندن کتاب انرژی درونیتان را رصد کنید و کار امروز را به فردا نیندازید. کتاب افسون انرژی از خوانندگان می‌خواهد پس از خواندن هر فصل و در پایان کتاب برای قدم گذاشتن در مسیر تازه‌ای که شکوفایی و موفقیت بزرگشان را رقم می‌زند تصمیمی جدی بگیرند. قهرمانان همیشه دل به دریا می‌زنند، در مسیرهای ناشناخته با مخاطرات روبرو می‌شوند تا پس از گذر از موانع و راه‌های سخت و طاقت فرسا به سرزمین جادویی سعادت برسند. در این سفر اگر قهرمانانه گام بردارید، پایان‌های بی‌پایان خوش همیشه در انتظارتان است. در تمام مدت نوشتن و بازنوشتن کتاب حاضر این انرژی بود که دائم پیام میداد مرا بنویس. محمد مهدی دوستی. خب میریم فصل اول رو با هم شروع بکنیم که انرژی چیست؟ با این عناوین: جادوگر انرژی، انرژی همیشه هست، بانک انرژی، معادله کار و انرژی چطور ساخته می شود؟ انرژی سر و سامان می خواهد، مدیریت انرژی یا زمان، ابزارهای مدیریت انرژی. خودتان را مطالعه کنید تا به خودآگاهی برسید. حالا مدیر خودتان هستید. من میدونم که نمیشه. در اتاقتان نشسته اید. هیچ کار خاصی نکرده اید و مشکلی هم پیش نیامده. اما حتی حال و حوصله بلند شدن هم ندارید. قرار بود امروز با دوستانتان بیرون بروید و خوش بگذرانید. ولی الان حوصله ندارید از جایتان تکان بخورید، چه برسد به اینکه به پارک جنگلی بروید. حوصله هیچ کس را ندارید. احساس می‌کنید در بدنتان جایی در درونتان هیچ چیزی نیست. مثل یک باتری موبایل خالی هستید. هیچ چیزی هم نمی‌تواند شارژتان کند. خالی از چه چیزی هستید؟ خواهرتان میآید و میپرسد اگر کار خاصی نداری میتوانی در حل مسئله‌های ریاضی کمکم کنی؟ شانه بالا میاندازید و میگویید امروز حتی حال بیرون رفتن با دوستانم را هم ندارم، چه برسد به حل مسئله‌های ریاضی تو. خواهرتان کنار شما مینشیند و میپرسد چیزی شده؟ حالت خوب نیست؟ دیروز که خوب بودی. شما کلافه جواب میدهید نه،
چیزی نیست، فقط انرژی ندارم. شما از کلمه انرژی در حرفتان استفاده کردید و اصلا هم منظورتان معنی علمیش نبوده. بله، ما بارها و بارها در زندگی روزمره و حرفهای معمولیمان از این کلمه استفاده می‌کنیم تا بتوانیم حس و حالمان را به بقیه بگوییم. خواهرتان میگوید چرا؟ تو که دیروز خیلی پر انرژی بودی. این انرژی که شما و خواهرتان دارید در موردش حرف میزنید چیست؟ من مطمئنم شما دو نفر دارید از چیزی حرف میزنید که آن را حس میکنید. از همان چیزی حرف میزنید که انرژی حرکتی ما آدم‌ها در زندگی است. اصلا هم نیازی نیست کسی علم روانشناسی بداند تا درباره این انرژی صحبت کند. ما داریم با آن زندگی میکنیم. این انرژی در دنیای بیرون و درون ما وجود دارد. فقط گاهی کم و زیاد می شود یا آنطور که ما می خواهیم ظاهر نمی شود یا جور دیگری پیدایش می شود. ما دائم در حال تجربه این انرژی هستیم. جادوگر انرژی. هزاران بار شنیده ایم که انسان تن هست و جان. خیلی زود هم منظور این حرف را فهمیدیم و دانستیم که وجود ما از دو بخش جسمانی یا مادی و روحانی یا بعد غیر مادی ساخته شده است. بخش جسمانی را می‌بینیم و لمس می‌کنیم و حواس پنجگانه نیز ابزار اصلی این بخش هستند. اما آن بخش روحانی در درون ما پنهان است که بعضی به آن ذهن می‌گویند و بعضی اسم‌های دیگری مثل روان، روح و نهاد روی آن گذاشتند. اما در مجموع همه این اسامی به چه چیزی در درون ما اشاره دارند؟ این بخش غیر مادی از وجود ما مثل یک جنگل پهناور و انبوه است که جادوگری قدرتمند در دل آن پنهان شده. جادوگری که نیروی بیکران انرژی درونیمان را در دست دارد. ما باید پیدایش کنیم و از او بخواهیم نیروی جادوییش را به کار بیاندازد. پس برای یافتن او باید راهی سفر شد و به دل آن جنگل انبوه زد. اما فراموش نکنید که پیدا کردن این جادوگر بدون نقشه میسر نمی شود. این کتاب مثل یک نقشه گنج راه سفر به اعماق جنگل درون را به شما نشان می دهد تا بتوانید جادوگر انرژی وجودتان را پیدا کنید. آنگاه او وردهای سحرانگیزش را برای جاری شدن انرژیتان به کار می گیرد تا شما همیشه از نتایج کارهایتان شگفت زده شوید. ابزار کار جادوگرها جاروی پرنده، چوب دستی جادویی، شنل نامرئی کننده و اوراد است. جادوگر انرژی هم ابزار خاص خودش را دارد. اگر ابزار کار این جادوگر را خوب بشناسید و مدام به آنها رسیدگی کنید، افسون انرژی به خدمتتان در می آید. شما در هر فصل از این کتاب با ابزار جادوگر انرژی و نحوه استفاده از آنها آشنا می شوید. کتاب افسون انرژی با شناساندن و معرفی انرژی دهنده ها جادوی انرژی را فعال می کند و با نشان دادن انرژی گیرنده ها و راه‌های مقابله با آن کمک می کند تا محیطی امن برای جادوگر انرژی ساخته شود. انرژی همیشه هست. جادوگر انرژی یک قانون اصلی دارد. این قانون را می شود به راحتی به خاطر سپرد. قانون بقای انرژی. قانون بقای انرژی می گوید انرژی نه به وجود می آید و نه از بین می رود، بلکه از حالتی به حالت دیگر تبدیل می شود. مثل تبدیل انرژی الکتریسیته به انرژی های گرمای نور و صوت. تبدیل انرژی صوتی به انرژی الکتریکی، تبدیل انرژی نور به انرژی شیمیایی در فرآیندهایی مثل فتوسنتز گیاهان سبز و بسیاری نمونه‌های دیگر که هر روز با آنها روبرو می‌شویم. وقتی جادوگر انرژی از قانون بقای انرژی می‌گوید، به چیزی در درون ما اشاره می‌کند که در ارتباط با جهان اطراف است. وقتی ما انرژی درونی خود را در موضوعی مصرف می‌کنیم، جدا از اینکه به نتایج دلخواه برسیم یا نه، طبق قانون بقای انرژی فقط آن را در راهی به کار گرفته‌ایم.
این انرژی مصرف شده از بین نمی رود بلکه در جای دیگر به ما باز می گردد و دوباره استفاده می شود. درست مثل سرمایه گذاری کردن. شما انرژی خود را برای موضوع یا کاری خاص هزینه می کنید و این انرژی بدون اینکه ذره‌ای هدر رفته یا از بین برود در زمانی که لازم باشد در حوزه دیگر به شما برمیگردد. حتی اگر خودتان هم متوجه نشوید و ندانید که دقیقاً در کجا و به چه شکلی دوباره به شما بازگشته است. بانک انرژی. شما برای مسابقه بدمینتون آماده شده اید و با هزار امید و آرزو برای پیروزی مسابقه می دهید. اما برنده نمی شوید. احساس شکست کلافهتان می کند. دوستتان می گوید آخه چرا؟ اصلا حق این نبود. غمگینتر و ناامیدتر جواب می دهید. نمیدانم. راستش خیلی تمرین کردم و برای مسابقه انرژی گذاشتم. تو خودت که شاهد بودی. ولی احساس می کنم تمام انرژیم هدر رفته. نه، اشتباه نکنید. انرژیتان هدر نرفته. فقط به نتیجه‌ای که انتظارش را داشتید نرسیده ولی به چیز دیگری تبدیل شده است. شما در درونتان بانکی با سرمایه‌های انرژی دارید که به شکل‌های مختلف در جاهای گوناگون به کار انداخته می‌شوند. معادله کار و انرژی. دومین دوره مسابقات بدمینتون شروع می‌شود. شما این بار بیشتر از قبل تلاش می‌کنید. می‌خواهید این بار حتما برنده شوید. هر روز ساعت‌ها تمرین می‌کنید و شب‌ها از شدت خستگی بیهوش می‌شوید. اما صبح سرحال و قبراق سر تمرینتان می‌روید. سر تمریناتتان می‌روید. آن خستگی‌های بدنی چیزی از انرژی درونیتان کم نمی‌کند. بعضی از دوستانتان وقتی سخت کوشی شما را می‌بینند می‌گویند خسته نشدی از بس تمرین کردی؟ چه فایده؟ حریفت خیلی قدر است. یا میگویند ای بابا تو این همه انرژی را از کجا میآوری که خسته نمیشوی؟ یک لحظه همینجا درنگ کنید. دوستانتان هم از کلمه انرژی استفاده کردند تا وضعیت شما را بفهمند. شما همچنان که نفس میزنید و عرق میریزید جواب میدهید خسته؟ نه، چرا خسته شوم؟ اتفاقا خیلی هم خوب است. هرچه روز مسابقه نزدیکتر می شود شما سخت‌تر تمرین می کنید. هر تمرین به شما انرژی می دهد تا با انگیزه قوی‌تری به مسابقه بروید. دوستانتان فقط عرق ریختن‌ها، سرخی صورت و نفس زدن‌هایتان را می دیدند و تصور می کردند که شما فقط در حال از دست دادن انرژی هستید. البته تصور اشتباهی نبود. شما هرچه بیشتر ورزش و تمرین می کنید انرژی جسمانی بیشتری از دست می دهید. می دانید اشتباه آنها در کجا بود؟ دوستانتان تابع معادله فیزیکی کار و انرژی بودند و شما تابع قاعده جادوگر انرژی. معادله کار و انرژی در فیزیک می گوید انجام کار متناسب با مصرف انرژی. یعنی هرچه شما کار سختری انجام دهید انرژی بیشتری مصرف می کنید. یک ماشین اسباب بازی شارژی را در نظر بگیرید. حرکت این ماشین مستلزم مصرف انرژی باتری است. حالا فرض کنید با حرکت چرخ‌های ماشین اسباب بازی به جای مصرف انرژی باتری شارژ شود. نظر جادوگر انرژی هم درباره معادله کار و انرژی دقیقاً همین است. یعنی انجام کار به معنای مصرف انرژی درونی نیست بلکه برعکس می‌تواند انرژی درونی شما را افزایش دهد. یعنی همزمان با انجام بعضی از کارها سطح انرژی درونی افزایش پیدا می‌کند. وقتی انجام کاری به اتمام می‌رسد و نتیجه مطلوب دارد، انرژی درونیتان افزایش می‌یابد. حتی در هنگام انجام آن کار هم داشتید انرژی به دست می‌آوردید. همان چیزی که توانایی شما را برای ادامه دادن مسیرتان تضمین می‌کند. اگر انرژی درونی ما زیاد باشد، می توانیم بیش از ظرفیت و توان جسمانیمان کار انجام دهیم. زنی را تصور کنید که نه ورزشکار است و نه توانایی جسمانی خاصی دارد. اما اگر فرزندش مورد آزار کسی قوی‌تر از خودش قرار بگیرد، برای محافظت از او مثل شیر می‌غرد و حمله می‌برد. باتری انرژی درونی او آنقدر پر است که ضعف جسمانیش را نادیده می‌گیرد. یا وقتی یک نفر در جنگل با گرگی روبرو می شود با سرعت بیش از توانش فرار می کند. در هر دو مثال انرژی درونی باعث افزایش انرژی جسمانی هم شده است. انرژی هرچه درونی تر باشد قوی تر است.
معادله جادوگر انرژی با معادله فیزیکی کار و انرژی هماهنگی ندارد. جادوگر انرژی روی دیگر سکه معادله کار و انرژی را نشان می‌دهد و می‌گوید فعالیت‌های جسمانی هرچند مصرف انرژی زیادی دارند ولی می‌توانند انرژی درونی را افزایش دهند و انرژی درونی می‌تواند ضعف جسمانی را پوشش دهد تا برای انجام کارهایمان آماده‌تر شویم. خواهر هنرمندم در حالت عادی و روزمره وقتی آداب مذهبی روزه را به جا می‌آورد بسیار اذیت می‌شود. گرسنگی و تشنگی تاب و توانش را می‌گیرد و نظم زندگیش به هم می‌خورد. اما وقتی پای بوم نقاشی می‌ایستد و قلممو به دست می‌گیرد چنان در جهان شکل‌ها و رنگ‌ها غرق می‌شود که گرسنگی و تشنگی را از یاد می‌برد و اصلا همه چیز را فراموش می‌کند. گاهی تمام ساعات روز را در کارگاه نقاشی سر پا می‌ایستد و دنیای خیال‌انگیزش را روی بوم می‌سازد. او این انرژی را از کجا به دست می‌آورد که حتی آب و غذا را هم فراموش می‌کند؟ این مثال نمونه‌ای از بیشمار تجربیاتی است که همه ما به شیوه‌های مختلف و در موقعیت‌های گوناگون از سر گذرانده‌ایم. امیدوارم که تا همین جایی که تونستم برای شما بخونم از این کتاب خوشتون اومده باشه. کتاب جالبی هستش در زمینه انرژی و نتونستم سخن پایانی رو برای شما بخونم. فقط میگم که تیکه آخرش رو بشنوید. بسان رود که در نشیب دره سر به سنگ میزند رونده باش. امید هیچ معجزه‌ای در زمرده نیست. زنده باش. آقای محمد مهدی دوستی. امیدوارم که این کتاب رو دوست داشته باشید. اگر از نثر و روایت این کتاب خوشتون میاد تهیه کنید و خودتون مطالعه کنید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی خدا نگهدارتون.